وبسایت ساز. با استفاده از این سرویس هوش مصنوعی که در این ویدیو به بررسی اون میپردازیم، شما میتونید به سرعت در عرض چند دقیقه یک ایده رو به وبسایت تبدیل کنید. بهترین سازنده وبسایت هوشمند، سریع و زیبا و بدون نیاز به مهارت، آسان برای استفاده، مدیریت و سفارشی. اسم این سرویس limecube.co. وقتی که واردش شدید نوشته که make your AI site now. روش که بزنید اینجا باید sign up رو انجام بدید. خب فرست نیم خودتون رو وارد میکنید، ایمیل خودتون هم وارد میکنید، شرایط هم میپذید، روی sign up and create site میزنید. اینجا مبحث کاری خودتون رو وارد میکنید و اسم وبسایت رو بیزنس خودتون و روی نکست میزنید. یه دیسکریپشنی رو اینجا وارد میکنید. تا 3 کیورد، حداقل باید 3 کیورد رو وارد کنید. اینجا تونی که میخواین این سایت داشته باشه به چه صورت باشه؟ پروفشنال باشه، کانورسیشنال باشه، کریتیو باشه، پرسویسیو، اینفورمال، ادویکیشنال، پرسونال، فرندلی، کلینیکال، کانفیدنت، فورمال، هوموروس، اپتیمیستیک، پلیفول، سیریس، سمپاتیک، وار. خب چون مبحث ما یک مبحث تخصصیه، ما رو همون پروفشنال که بزنیم بهترین گزینه است. گزینه‌های دیگه گزینه‌های آموزشی داره، شخصی داره، گزینه‌هایی که در واقع قانع کننده، خوشبینانه، دلسوزانه، حالتهای مختلفی رو میتونید از اینجا انتخاب کنید. روی نکست استپ بزنید. کالر پالت خودتون رو انتخاب کنید. شباهت داره به اون کالر پالتی که شما در موبایل انتخاب میکنید. خب یکی از این کالر پالت ها ما انتخاب میکنیم. همونجور که میبینید نوشته وبسایت شما در حال ساخته شدنه. تا 60 ثانیه دیگه شما میتونید از اون استفاده کنید. خب همونجور که میبینید نوشته وبسایت شما با موفقیت ساخته شد. حالا رو سی یور نیو وبسایت که بزنید شما به وبسایتتون میبره. ببینید الان این وبسایت که من گفتم به سرعت و سهولت برای من ساخت. خب خیلی راحت میتونید با استفاده از سرویس limecube.co با استفاده از هوش مصنوعی ایده های خودتون رو به وبسایت تبدیل کنید. مثل اون کاری که من انجام دادم. کافیه شما کیورد هاتون، کلمات کلیدی رو وارد کنید، تم و کالر پالت رو وارد کنید، اسم وبسایتتون هم تعیین کنید تا براتون به سرعت در کمتر از 1 دقیقه ایده شما به وبسایت تبدیل کنه و بعدم منتشر کنه.